روز قیامت بهشتی ها از دوزخی ها میپرسند. روز قیامت تاجیکای نمازخوان از تاجیکای بے نماز میپرسند که تا مسلمان بودی دعوا میکردی مسلمانو، تو را نکاح کرده بودن، تو را مرده به جنازه کرده بودن، چی امروز تو در زندان دوزخی؟ برای چی؟ اولین جوابی که اون دوزخی ها میگردانند این است که لم نک من المصلین، ما دنیا رو نماز نمیخواندیم. دامنه ها درباره نماز میگفتن، ما شوخی میفهمیدیم. عزیزان من ببینید در اینجا اولین جوابی که دوزخی ها از کامراهای پر عذاب دوزخ میدهند این است که ما دنیا رو نماز نخواندیم. بنابراین از این آیه کریمه معلوم میشه و شخصی به نماز باید دوزخی است.